آماده شدم. تقریبا 1 ساعت دیگه بعد برم دانشگاه و صبح خیلی زود پا شدم و خیلی سخت پا شدم. اصلا دلم نمی‌خواست داشتم. خیلی شب دیر خوابیده بودم و ساعت گذاشتم 7:30 بیدار شدم. نمیدونم چرا این کارو با خودم کردم، ولی دیگه ترجیح میدم که شب زودتر بخوابم و صبحم زودتر بیدار شم. تصمیم سختیه ولی شدنیه. امروز 2 کلاس دارم. یه دونه کلاس هوش مصنوعی دارم که ساعت 12 به دانشگاه باشم و کلاس بعدیم هم یه جبرانیه که احتمالاً اون شرکت نمی‌کنم. به جاش میرم کتابخونه دانشگاهی که به کارام میرسم. بعد اینکه این اولین ویدیو منه و نمیدونم چرا الان شروع کردم. یعنی میدونم چرا الان شروع کردم، به خاطر اینکه دور و برم به شدت نامرتب و به هم ریخته است، چون که دارم وسایل اتاقمو عوض میکنم و الان تقریبا توی جابجایی‌ام. همه وسایلم توی خونه پخش و پلاست. هر کدوم از وسایلم یه گوشه از خونه است. الان رو میز ناهارخوری پر از کتاب و دفتر و این چیزاست. و از طرفی هم من خیلی آدم حساسی هم روی مرتب بودن. گفتم بذار با این یه خورده مقابله کنم که انقدر چی میگن اصطلاح خیلی شیکش که این روزا خیلی زبونگیر شده، کمالگرا نباشم. آره میخوام کمالگری بزنم کنار، چون که میدونی خیلی باعث میشه که تو یه سری کارا رو به خاطر اینکه همه چیز عالی و پرفکت نیست انجام ندی، پس باعث عقب افتادنت میشه و من ترجیحم که با این مقابله کنم. ببینیم چی میشه. فردای دیروزه، یعنی یک شنبه است. من دارم میرم ناخونامو درست کنم. کم زیادی بلند شده معلومه. آره دیگه بزنم. من یه سری کتاب متاب دارم. نمیدونم که اینا رو ببرم بذارم سر کوچه یا ببرم. خیلی به درد کتابخونه نمیخورن. حالا بریم یه نگاه بکنم. این کتابای مدرسه‌مه که نمیدونم چرا تا الان نگه داشتم. اینا نیستن. کدومان؟ هیچ کدومش دورریز نیست. ولش کن. من ساعت 2:30 وقت داشتم. 2:09 دقیقه.